به نام خدا. پیام بیرانوند هستم، عضو گروه نرم افزاری هیتون. میخوایم الگوریتم با هم بنویسیم که اعداد 1 تا 10 رو در خروجی چاپ کنه برامون. دقت کنید، اعداد 1 تا 10 یعنی چاپ کنه 1، چاپ کنه 2، چاپ کنه 3، چاپ کنه 4، 5 تا چاپ کنه 10. ببینید این عمل چاپ کردن هی چی میشه؟ برامون تکرار میشه. اینجاست که در واقع ما میتونیم از دل این مسئله حلقه رو بکشیم بیرون. درست آقا؟ خب با هم این الگوریتم رو می‌نویسیم. خب برای هر کاری، هر الگوریتمی ابتدا مرحله شروع 2 1 رو نسبت بده به آی. آی همون چیه؟ متغیر شمارنده ماست. دقت کنید صورت مسئله چی گفته؟ اعداد 1 تا 10. بنابراین مقدار اولیه ما عدد 1 هستش که نسبتش میدیم به شمارندمون که آی هستش. مرحله سوم گفته آی رو چاپ کن. آی رو که محتویاتش عدد 1 هست الان برامون در خروجی چاپ خواهد کرد. بنابراین 1 رو چاپ میکنه. مرحله 4 و مرحله بعد دیگه چی؟ نباید 1 رو چاپ کنه. باید چند رو چاپ کنه؟ بله 2 رو چاپ کنه. بنابراین 1 واحد به متغیر شمارنده اضافه میکنیم. خب در اسلاید قبلی هم توضیح دادم هر وقت به متغیر شمارنده اضافه کردیم یه حواسمون به اون گلیمه باشه که پامون ازش دراز تر نکنیم. گفته اگه آی کوچکتر مساوی با 10 باشه. آی ما چنده الان؟ آی ما 2 هستش. 2 کوچکتر مساوی است با 10. بله، بنابراین به مرحله چند خواهیم رفت؟ به مرحله 3 میریم. یعنی مقدار آی رو هم چاپ میکنه. آی جدید با مقدار 2، یعنی آی که محتویاتش 2 هستش چاپ میکنه. دوباره به مرحله 4 خواهد رفت. مرحله 4 1 واحد دوباره به آی اضافه خواهد کرد، به آی میده، یعنی به همون شمارنده. و مرحله 5 هم در واقع شرط حلقه رو برای ما چک یا کنترل میکنه که در واقع اعداد بزرگتر از 10 رو در خروجی برای ما چاپ نکنه. مرحله 6 هم پایان. اما برای اینکه ما بیشتر ملموستر و در واقع بهتر یاد بگیریم حتما اون رو برای دوستان ران یا تریس یا ردیابی خواهیم کرد. خب ما یک متغیر شمارنده داریم با نام آی، اما دیگه متغیری نداریم، یک خروجی هم داریم. خب 1 شروع 2 1 رو نسبت بده به آی. خب من 1 رو میدم به آی. 3 آی رو چاپش کن. خروجی آی رو چاپ میکنم. مرحله 4 1 واحد به آی اضافه کن، نسبت بده به آی. یعنی آی که مقدارش 1 از بین میره، خط میخوره و مقدار جدید 2 رو خواهد گرفت. مرحله 5 گفته اگر آی کوچکتر یا مساوی است با 10. آی من چنده بچه ها؟ آی من 2. 2 کوچکتر از 10 هست یا نیست؟ بله، از 10 کوچکتر. شرط درسته. بنابراین دستور بعد از سپس انجام میشه. به مرحله 3 میرم، یعنی ایجاد یک تکرار یا یه حلقه. آی رو چاپ میکنم، بنابراین 2 چاپ خواهد شد. به مرحله 4 میرم، 1 واحد به آی اضافه میکنه. آی دیگه 2 نیست، الان آی شده چند؟ 3. خب آی 1 واحد بهش اضافه شد، به متغیر شمارنده آی نسبت داده شد. در مرحله 5 گفتیم اگر آی که مقدارش 3 هستش کوچکتر یا مساوی است با 10، به مرحله 3 برو. الان آی من چنده؟ آی من 3. پس شرط من درسته، 3 کوچکتر از 10. به مرحله چی میره؟ 3 خواهد رفت. بنابراین آی رو
چاپ میکنه، تو خروجی چاپ میکنه برای من 3. همونطور پیش میایم، فرض میکنیم که آی من شده 9. گفته اگر آی که مقدارش فرض کردیم رسیده به 9 کوچکتر مساوی است با 10، بله آی کوچکتر مساوی است با 10، پس به مرحله چند میریم؟ مرحله 3. مرحله 3 آی رو چاپ میکنیم، 9 رو چاپ میکنیم. در مرحله 4 یک واحد به چی؟ آی اضافه میکنیم. آی من میشه چند؟ 10. آی شده 10. حالا در مرحله 5 گفته آی کوچکتر یا مساوی است با 10. کوچکتر که نیست اما مساوی هست، بنابراین شرط درست هستش، دستور بعد از سپس انجام میشه. پس به مرحله 3 میریم، باز هم تکرار پیدا میکنیم. مرحله 3 آی رو چاپ میکنیم، آی چاپ میشه 10. در مرحله 4 یک واحد با آی اضافه میکنیم، آی میشه مقدار چند؟ 11. خب مقدار 11. مرحله 5 گفته اگر آی کوچکتر یا مساوی است با 10، آی چنده؟ آی 11 هست، بنابراین کوچکتر یا مساوی با 10 نیست، شرط هم نادرسته، بنابراین دستور یا دستورات بعد از سپس دیگه انجام نخواهند شد. به مرحله 3 نخواهی رفت و آی چاپ نخواهد شد. بنابراین به دستور 6 که پایانه میریم. امیدوارم با این مثال تقریبا حلقه ها رو به خوبی یاد گرفته باشید. تا اسلاید بعد شما رو به خداوند بزرگ و منان خواهم سپرد.